الدرس الثالث. المرور چیزهایی که به ترانسپورتیشن یا ترافیک ترانسپورت تعلق میگیره. ایره باز چی میگن؟ کدام کلمات است؟ سیاره، موتر. حافله، حافله سرویس. سیاره موتر عادی رو میگه، حافله سرویس میگن. شاحنه موترهای باربری رو، موترهای باربری رو در زبان عربی چی میگن؟ شاحنه. دراجه، دراجه بایسیکل چی میگن؟ دراجه. دراجة و سیاره بایسیکل و موتر. حافله و شاحنه سرویس و موتر باربری. همیشه فکرتان باشه که وقتی که تی به شکل گردک دو تا نقطه داشت، یکی در آخر کلمه به هی تبدیل میشه. تو گفته نمیتونی دراجة و سیارتون، غلط است. وقتی که استاد میشی باید چی بگی؟ دراجة و سیاره، حافله و شاحنه. حالا میریم اشاره و مرور. اشاره های چی است؟ اشاره های ترافیکی هست که ما شما مثلا در سر چهارراه می باشه که مرور میکنیم. اشاره و مرور، اشاره های مرور ترافیکی. رنگ هاست نه؟ احمر رنگ سرخ، اصفر رنگ زرد، اخضر رنگ سبز. اینالی علامات میگه چی معنی میده؟ وقتی که احمر آمد میگه احمر، وقتی که سرخ دیدی در اشاره چی کنی؟ قف، استاد شو. اینجا فعل امر است. قف، استاد شو. احمر رنگ است. وقتی که احمر آمد سرخ آمد چی میگیری؟ قف، استاد میشی. احمر قف. اصفر اگر رنگ زرد شد چی میکنی؟ استعد. چی معنی استعد؟ آماده باش، یعنی آماده باش برای حرکت. و اخضر، اخضر چی رو میگن؟ سیر کو، حرکت کو. رجل مرور، رجل مرور ترافیک. ایستگاه را چی میگن؟ پارکینگ. اونجا که اونجا پینوش از پارکینگ ایستگاه. موقف و سیارات، پارکینگ موترها. رخصت و قیاده، رخصت و قیاده ما و شما لیسانس میگیم. طریق، راه را میگن، طریق راه. محطه ایستگاه، محطه ایستگاه. فرق بین موقف سیارات و محطه چی است؟ موقف سیارات پارکینگ موتر است و محطه چی را میگن؟ ایستگاه را میگن. خب اینا اینجا ما و شما 4 جهت داریم: شمال، جنوب، شرق و غرب. شمال، جنوب، شرق، غرب. بوصله امو اشاره که چیزا را نشان میده، مثلا مثل قبله نما و یک چیز می باشه، ایره بوصله میگن. التدریبات، التدریب الاول، تمرین اول. این قسم ترجمه میشه: سیاره موتر، اشاره، اشاره، مرور، مرور رفتن یا ترافیک. احمر سرخ، اخضر سبز، اصفر زرد، طریق راه، رجل مرد، شاحنه موتر باربری، حافله سرویس، قف توقف کو، استعد آماده باش، سر حرکت کن، رخصه لیسانس، قیاده دریوری، شمال سمت شمال، جنوب جنوب، شرق شرق و غرب غرب. موقف، موقف جای توقف. سیارات موترها، سیاره موتر هم میفتن جمعش چیه؟ سیارات. محطه ایستگاه. بوصله اما چیزی که قبله نما. دراجه بايسيكل. التدريب الثاني: سيارة سر أحمر موتر. إشارة، اینجا سه کلمه است: شمال، اشاره، شاحنه. اینجا چی است؟ شمال است، شاحنه هست، یا چی است؟ شاحنه. اشاره هست. احمر اصفر اخضر، احمر. حافله شاحنه دراجه، حافله. بوصله رخصه اصفر، رخصه. استعد سر قف، استعد. التدريب الثالث، تمرين السوم. مرور، رجل، موقف، جنوب، مرور، طريق، حافلة، شرق، طريق، قيادة، دراجة، قيادة، مرور، شمال، موقف، موقف، سيارات، شاحنة، رخصة، رجل، طريق، استعد، بوصلة، رجل. التدريب الرابع، تمرين چهارم.
ببینید اینجا تصویر است، میگه سیاره شاحنه حافله. کدامش است؟ شما میگین شاحنه موتر باربری است. رنگ میگه اصفر، اخضر، احمر. کدام رنگ است؟ زرد است، سبز است یا سرخ؟ اصفر، زرد است دیگه. اصفر میگیم. استعد، آماده باش. استعد، آماده باش. قف، استاد شو. سر، حرکت کو. در رنگ سرخ چی میکنیم؟ قف، استاد شو. جنوب، غرب، شمال، شرق. اینو تعیین میکنی. مثلا میگی شمال بالا شمال است، با این جنوب، شمال جنوب، شرق و غرب. خب التدریب الخامس، تمرین پنجم. موقف السیارات. حالی تصویر از چی است؟ از موقف سیارات است؟ ایستگاه موتر است؟ نه. رخصت قیاده. تصویر چی است؟ رخصت قیاده لایسنس. اشارت مرور، اشاره ترافیکی. تصویر چی است؟ رخصت قیاده. رجل مرور. آیا رجل مرور، اشارة مرور، دراجة فوق شاحنة. کدامش است؟ رجل مرور، ترافیک. آیا تصویر ترافیک است؟ اشارة مرور، آیا تصویر اشاره ترافیکی است؟ دراجة فوق شاحنه، یا بایسیکل بالای موتر باربری است. کدامش درست است؟ سومی را صحیح کنین که دراجة فوق شاحنه. التدریب السادس، تمرین ششم سر حروف تلفظش است. مثلا را، رجل، اشاره، احمر، سیاره. این حرف را در اول کلمه، در وسط کلمه و در آخر کلمه استعمال میشه. شین، شاحنه، اشاره، شمال، تباشیر. اینجا مهم تلفظ صاد. صاد. صندوق، اصفر، رخصه، بوصله. شما کسایی که بدری صحبت میکنین بسیارتان صاد به شکل سین میگن که غلط است. باید صاد. صاد. ف چه قسم تلفظ میشه؟ اصفر، نافذه، حافله. موقف. التدریب السابع، سین و صاد. شما سعی کنین فرق بین صاد و سین. مثلا اینجا سوره. سوره. سوره مثلا سوره قرآن با سین نوشته میشه. سوره. سیف، عادی تلفظ میکنید. سیف. شمشیر. بسمه. بسمه همو نشان انگشت بسمه میگن. فسده. فسده، فاسد شد. مسه. مسه، مس نمود. سوس. سوس موریانه را میگن، چیزی که چوبا را میخوره. سریر، تخت. پس کلش مثلا سوره، سیف، بسمه، فسده، مسه، سوس، سریر. این کلش دکن تلفظ سینه برای شما میگن. تمرین هفتم. اما صاد، صاد، سواد نگوین، واو زیاد نکنین. صاد. صاد. بعضی کسا میگن سواد. سواد غلط است. بعضی میگن سواد بس سین واره میگه، غلط است. صاد. سوره. سوره. صیف. صیف. سوره تصویر میگن. صیف. صیف چی را میگن؟ تابستان. این الربیع است با صیف. رحلة الشتاء والصيف. صيف تابستان. بصمه. بصمه بصاد. اینجا بصمه. فساده. فساده. سعی کن اینجا فسده به سین است و فساده به صاد است. مس. مس اونجا قبلا میم سین به سین بود، اینجا به صاد است. مس. سوس. سوس و سریر. سریر. این کلماتی است که این باز به دیکشنری باید مراجعه کنید، دیکشنری عربی، و پیدا کنید که معنایش چی است. کار خانگی شما. التدریب الثامن، تمرین هشتم. قف. حالا مثلا شما را کسی میگه توقف کن. اینجا کلمه اله هست. مثلا میگه با کدام جهت توقف کنم؟ میگه قف الى الشرق. توقف کن به طرف شرق. سر الى الجنوب. سیر کن به کدام طرف؟ الى الجنوب. وقتی بر شما یک جهت ما کسا میگن به او جهت میگن. مثلا الى الشمال، الى الشرق، الى الغرب، الى الجنوب. سعی کنین این کلمات براتون یاد میتن. مثلا میگه قف الى الشرق، توقف کن به طرف شرق.
سر الى الجنوب، سیر کو به طرف جنوب. استعد، آماده باش. الى الغرب، به طرف غرب. سر الى الشمال، سیر کو به طرف شمال. التدریب التاسع، اینجا چی میگه؟ میگه تمرین نهم. مکتب، میمه چه قسم تلفظ میکنی؟ مکتب. مسطره، مدرس، بسیار خفیف. میم. التدریب العاشر، تمرین دهم هم تلفظ ب هست. ب در اول کلمه، با در وسط کلمه و ب در آخر کلمه. بطاقه، سبوره، مکتب، کتاب. اینجا تمرین سر چی بود؟ سر ب. التدریب الحادی عشر، تمرین 11 ب. بسیار نرم تلفظ کنین. ب.